امروز سالگرد پدر شوهر عزیزم بود. منم گفتم به یادش حلوای شهر خودم رو بپزم. اول کار شهدش رو درست میکنیم، میذاریم رو حرارت، وقت میدیم یه نیم ساعت بزوش و غلیظ بشه. حالا آرد و الک میکنیم، زردچوبه و یه ذره نمک هم اضافه کرده با دستمون خوب قاطی میکنیم. حالا شیر رو کم کم اضافه کرده حدوداً 15 دقیقه وزن میدیم تا آردمون گلوله گلوله بشه. باید به حدی وزن بدیم تا مثل فیلم بشه. حالا آرد از الک رد میکنیم تا اومات به دست بیاریم. من برای اینکه اندازه اومات فرقی نکنه یه بار دیگه اومات از صافی رد میکنم تا کامل یک دست رو ریز بشه. حالا روغن رو میذاریم داغ بشه. اول اومات رو میریزیم، کمی تفت میدیم تا رنگش طلایی بشه. بعد بقیه آرد اضافه میکنیم، حدودا 30 الی 45 دقیقه تفت میدیم تا کامل روغنش رو پس تا رنگش قهوه‌ای خوش رنگ بشه. حالا وقت اضافه کردن شهده. بعد اینکه شهد رو ریختیم به حدی هم میذاریم تا کامل جذب بشه. اینم از حلوای اومات شهر اردبیل.